بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحثی گذشته درباره توحید در عبادت بحث کردیم و گفتیم که در مورد اینکه توحید در عبادت یعنی این بود که موحد، مسلمان، مؤمن واقعی کسی است که جز در برابر خدا سر به سجده نمیگذارد، فقط خدا را پرستش میکند با این اعتقاد که فقط خدا سزاوار پرستش است و هر کسی که خلاف این اقدام کند، گام بردارد، یعنی کسی غیر از خدا را پرستش کند یا اعتقاد داشته باشد که کسی غیر خدا سزاوار عبادت و پرستش است، او مشرک است. در این شکی نیست و همه مسلمان ها با تمام مذاهب و فرق همه در این مسئله اتفاق دارند و گفتیم که فقط گروه از مسلمان ها که همین سلفی ها هستند فکر میکنند بعضی از طایفه ها و فرقه ها اینها غیر خدا رو پرستش میکنند. مصداقش هم این است که میگویند اینها از غیر خدا میخواهند و ما روایات آوردیم که اگر از غیر خدا خواستن که با قصد عبادت نباشد که اشکال ندارد، که این طبیعی است. در بحث گذشته ما این را با آوردن روایات ثابت کردیم. بعد وعده دادیم که خب اینها وقتی مسئله توسل پیش میاد میگن که ما که سلفی ها میگویند، ابن عبدالوهاب میگوید ما که مخالف توسل نیستیم، حتی کتاب هایی دارد. ناصرالدین البانی کتابی دارد به نام توسل که درباره توسل گفته است. فقط میگویند که ما مخالف این هستیم که از کسی که از دنیا رفته است به او توسل شود و در مورد زنده ها هم اونها توسل را به این معنا تفسیر میکنند. ببینید اونها میگویند توسل یعنی اینکه یه نفر بیاد از پیامبر بخواهد که پیامبر برای او دعا کند، یعنی توسل به دعای پیامبر. اینو میگن جایز است، این مشکل ندارد، اونها فقط از زنده ها. اما اینکه کسی توسل کند به مقام پیامبر، به ذات پیامبر، میگن نه این جایز نیست، روایاتی هم نداریم. در حالی که ما روایات داریم، فراوان هم داریم که به ذات پیامبر، به جاه پیامبر، یعنی به مقام پیامبر توسل کردند. حالا این بحثشو من بعداً برای بعد معقول میکنم. امروز بحث میکنیم درباره اینکه آیا میتوان به شخصی که از دنیا رفته است، مثلا پیامبر الان در قید حیات نیستن، آیا میتوانیم با متوسل به پیامبر شویم؟ وهابی ها میگن نه این کار درست نیست، شرک و از این حرفا. ما امروز روایات می آوریم، چند تا روایات می آوریم، روایت صحیح هم هست که نه، جمهور مسلمانان خصوصا جمهور اهل سنت توسل به پیامبر بعد از درگذشت ایشان رو نه اینکه جایز میدانند که عملا این کار را کردن، در کتاب‌هایشان فراوان نقل شده است. آیا میتوان همه آنها را مشرک دانست؟ حالا چند تا دلیل می آورم. اگر یادتان باشد من در بحث گذشته روایتی اون نابینا را برایتان نقل کرده بودم. روایت هم از عثمان ابن حنیف بود، روایت صحیح بود. حالا قبول کنیم که اونها میگن که این روایت ما قبول داریم چون از زنده پیامبر در قید حیات بود پیامبر متوسل شد. حالا دلیل شما میگن به ما کنی دلیل شما در مورد یک مورد دلیل بیارید، دلیل درست صحیح، روایت صحیح که بعد از وفات پیامبر به ایشان توسل شده است. خیلی خوب، ما روایت هم می آوریم، روایت صحیح هم می آوریم. در کتاب معجمی ارزم حضور شما
طبرانی روایتی هست، اتفاقا این روایت هم از عثمان ابن حنیف است. در معجم کبیر این روایت را آورده است. عثمان ابن حنیف میگوید که ان رجلا کان یختلف الى عثمان ابن عفان رضی الله عنه فی حاجت له. یه مردی بود، یه صحابه‌ای بود که در بعضی از شارحان و کی بودن اون صحابه هم اشاره کردن، یه حاجتی داشت، یک نیازی داشت، میرفت و نزدیک خلیفه و فکان لا یلتفت الیه. خلیفه هم وقت نداشتند که به نیاز او رسیدگی کنند و درخواست او رسیدگی کنند، شاید کاری زیاد داشتند و وقتی فارغ نداشتند. بعد اون وقت او هم دیگه ناامیدانه برمیگشت و فلقی ابن حنیف، با ابن حنیف روبرو شد. فشکا الیه ذالک، بعد شکایت کرد به ابن حنیف که من یک نیازی داشتم، به حاجتی داشتم و چند روز میروم به دارالخلافه و متاسفانه به حاجت من التفات و توجهی نمی شود. ابن حنیف گفت من الان راهی را نشان میدهم که کارت درست خواهد شد. گفت که رو وضو بگیر، ایت المیلات فتوضا، وضوخانه رو وضو بگیر، طهارت کن، ثم ات المسجد، سپس به مسجد حضرت پیامبر بیا، نزد قبر پیامبر، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز بخوان، ثم قل، سپس این دعا را بخوان: اللهم انی اسألك و اتوجه الیک بنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الرحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لتقضی حاجتی. گفت که بگو پروردگارا، این دعا را خوان بعد از نماز که من از تو میخواهم و به تو روی می آورم به وسیله پیامبرت محمد که پیامبری رحمت است. سپس ادامش را ای محمد، یعنی مستقیما از پیامبر بخواه، یعنی از خدا، یعنی واسطه قرار دادن پیامبر را، وسیله شدن پیامبر را از خودش هم بخواه، نه اینکه از پیامبر کسی نمیخواد که حاجتش را پیامبر برآورده کند، که فقط خداست برآورنده حاجات، منتها این وسیله از پیامبر. ای محمد، من به خدا، من به واسطه دو به پروردگارم روی می آورم تا حاجتم برآورده شود. این دعا را بخوان و سپس حاجتت را عرض کن. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، مرد هم رفت همین کار را کرد، همین گفته جناب ابن حنیف را انجام داد. ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاءه البواب فاخذه بيده، سپس به همون دروازه دارالخلافه که آمد، به زمانی خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه، دروازه‌بان آمد، از دستش گرفت و پیش عثمان برد و در همون و اصطلاح کرپچه‌ای که مثلا خلیفه می نشستند او را نشاند و اون هم نیازش را گفت، حالا تا آخر روایت، و بعد حضرت خلیفه نیاز او را برآورده کردند. این روایت در معجم الکبیر هست، روایت از طبرانی است و اتفاقا روایت صحیح است و هیچ کسی تا هنوز نگفته است که این روایت اشکالی دارد. خب این الان توسل به پیامبر است بعد از مردن، مگه این روایت را میتوان نادیده گرفت؟ روایت دیگر اصلا من این نکته را عرض کنم، این که میگویند مثلا مرده نمیشنود و این حرف عجیب و غریب است. این یعنی چی مرده نمیشنود؟ اونجا هم که در قرآن میگه مرده ها نمیشنوند، اون منظورش مرده ها نمیشنوند به این معنا که اون تشبیه میکند مشرکان رو با مرده ها، چون شنیدن، یعنی فرض کنید مرده ها که نمیشنوند برای فایده ندارد، فایده نمیبخشد دیگر آدم، چون قیامت آخرت دیگر بعدی که مردید دیگه زمانی عمل تمام شده است، اونجا زمانی برداشت است، کشت نیست زمانی دیگه، فایده ندارد که شما حتی پند و اندرز هم که شنوید که چی سانی. این منظور این است. اما آمدن سلفی ها میگویند نه، این منظور این است که مرده اصلا نمیشنود، اصلا قطع است ارتباط مرده با زنده ها. یک تصوری مادیگرایانه عجیب و غریب، مثل متریالیست ها فکر میکنن.
اصلا میدونید ماهیت مردن در اسلام یعنی چی؟ توفا که از مردن قرآن تعبیر میکنه، توفا یعنی دریافت کردن، پره گرفتن. یک کسی که از دنیا می رود از نگاه اسلامی یعنی این روح او از این عالم به عالم دیگر منتقل می شود. این عالم دیگر که میگوییم یک عالمی مثل این، یعنی فرض کنید اینطوری نیست که حالا ما در اینجا نشستیم در زمین او رفته باشد به یک عالم دیگر، به یک مثلا سیاره دیگر. نه، عالم دیگر منظور عالم برزخ که میگوییم. این عالم اصلا اصیل این عالم ما عالم مادی ما نیست، یک عالم دیگر است و ما احاطه دارد، گسترده تر از این عالم است، اما عالم ما نیست، ما نمیتوانیم درک کنیم آن را، اما آنها با ما احاطه دارند، آنها ما را میشنوند، آگاهند به ما. این دیدگاه اسلامی این است. در مورد شهیدان قرآن آیات تصریح از این بهتر است. ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته شدند شما مرده ها نگویید، بل احیاء، آنها زنده هستند. خب ولکن لا تشعرون، لیکن شما احساس نمیکنید، نمیفهمید. در آیه دیگر میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. شما کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده ها گمان نکنید، مرده ها مپندارید، آنها زنده هستند، در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها خوشحالند به آنچه که خداوند از فضلش به آنها بخشیده و مژدگانی می دهند به کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند، نپیوسته اند. تا آخری معنای تا آخری آیت ببینید. یعنی چی مرده ها نمیشنوند؟ مرده ها یعنی مرده نه، مرده ها از زنده هم زنده تر هستند. منتها ما تو که در عالم ماده هستی احساس نمیکنی. انشاءالله ما در بحثی در جلسه بعدی باز چند تا روایت در این مورد و سخنی چند نفر از فقها را برای عزیزان نقل خواهم کرد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. سلامت باشید.